دو روز اخیر از مرز تاجیکستان و قرقیزستان خبرهای نگران کننده میرسند. 23 سپتامبر مقامات محلی اسفره گفتند که چند شهروند تاجیکستان از جمله کودکان هدف سنگزنی و لطوکوب قرار گرفتند. امروز خدمات مرزبانی قرقیزستان اظهارات داد که گویا طرف تاجیکستان دو مکتب بچه قرقیز را از اسارت خود آزاد کرده است. مقامات تاجیکستان نه حادثه روز گذشته و نه این اظهارات را شرح ندادند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا از او میپرسم که خبری آخر وابسته به این حادثه ها چی است؟ بله عبدالله، ساکنان محلی طرف قرقیزستان را در سرزمین این ماجرا ابدار میکنند، ولی مقامات قرقیزستان حادثه را تماما به طور دیگر شهر داد. تاجیکان را گناهکار میشمارند. رئیس محله سامانیان صادق نبیف میگوید مکتب بچگان تاجیک هنگام بازگشت از درس ناگهان هدف حمله قرار گرفتند. چندین نفری آنها از جمله طالبان صنف‌های ابتدایی از سنگزنی قرقیزها مجروح شدند. این سبب گشته است که اهالی محلی به کوچه برند و از خرسانان حمایت کنند. در نتیجه زنازنی به عمل آمد و 4 ساکن محله ما زخمی شدند. برای روشن کردن حادثه مذکور ما با یکی از زخم شدگان هم صحبت شدیم. جوربای نصرالدینov ساکن محله سامانیان که حالا در بیمارخانه چارکوب بستری است به ما گفت صدای غوا او را مجبور کرد بیرون برای تا ببیند چی گپ است، ولی دفعتا هدف حمله قرار گرفت. تشخیص طبی نشان داده است که در این حمله بینی او شکسته است و سر پسر خردسالش هم احسان جان ضرب خورده کفیده است. پسرش هم حالا همراه جوربای نصرالدینov در بیمارخانه بستری است. حالا به گفته آنها وضعیت چگونه است میرزا نبی؟ ظاهرا وضع آرام است. مقامات دو طرف این حادثه را بررسی کردند، ولی طوری به نظر می رسد هر یکی از طرفها خود را بیگناه می شمارد و طبق معمول گمان است کسانی که این اغوا را راه اندازی و عملی کردند مجازات شوند. این حالت به تکرار شدن حادثه های همسان راه می کشد. رئیس محله سامانیان صادق نبیف به ما گفت هرچند وضعیت در محله کوکتاش سامانیان آرام به نظر می رسد، ولی وی باور ندارد که کاملا آرام می ماند و او ادعا کرد که جنجال برای آب ادامه می کند. فرار شکافوندگی ما از بلوتوش میپرتاب شما با یعنی جنس شکستگی ولازه بسکراو یعنی اچون رو برا اصلا امروز بوده چی کردم و یک برا پلیمی که گذارنده بوده بسیر کردم اساسی وای ها کوچ بستنی سوکنونی سامونونی بولا اقوام اینجا بعد باید آب خوگهی شدن بعد ما با همین آب فروشنده. دهه سامانیان جماعت چارکو در بهار امسال یکی از مکانهای نزاع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بود. در آن حادثه خانه چندین ساکنان ده سوخته و ویران شده بود و در همین حال یک ماجرای دیگر در ناحیه لیلک رخ داده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید افراد ناشناس 2 مکتب بچه قرقیز را بازداشت کردند. به این ترتیب میبینیم گپ از 2 واقعه گوناگون میرود. تشکر میزنم برای صحبت. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر آن مشخص و علامت گذاری شده است. همه ساله در منطقه‌های بحثی مرز دو کشور با سبب‌های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می‌زند. در پی مناقشه مسلحانه روز 28-29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار می‌کنند. دادستانی‌های کل دو کشور در پیوند به این حادثه پرونده گشوده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند.